دوستای عزیزم سلام، شقایق جمسا هستم. تو این صفحه از کتاب میخوایم براتون پیراشکی گوشت و قارچ درست کنیم. اول خمیرش آماده میکنیم، نیم ساعت خمیر داخل یخچال استراحت میکنه، بعد مواد میانیش آماده میکنیم. آردمون رو میریزیم داخل ظرف. توجه داشته باشین گلوتن آردا با هم متفاوته. بعضی وقتا ممکنه آرد بیشتر استفاده شه، بعضی وقتا ممکنه آرد کمتر استفاده شه. یه مقدار کمی از آرد رو من میذارم باقی بمونه. کرمون رو اضافه میکنیم. با نوک انگشتاتون باید کره و آرد رو مخلوط کنین با هم. بهتر که کره‌تون سرد باشه، چون اگه کره سرد نباشه به روغن میفته. قشنگ اینا رو هم میزنیم با هم مخلوط میکنیم با نوک انگشتات.